هر گردی که گردون نیست، هر دودی هم که نشونه تعمیر موتور نیست. معمولا تو همه ماشینا زمانی که ماشین به خامسوزی میفته رنگ دود اگزوز به رنگ سیاه تغییر میکنه و زمانی هم که به روغنسوزی بیفته رنگ دود اگزوز آبی میشه. ما تو مازدا یه استثناء دیگه هم داریم. زمانی که این ماشین خامسوزی شدید داشته باشه رنگ دود اگزوز مشکی با رگه های آبی، یعنی لابلاش آبی هم میاد که اکثرا به اشتباه فکر میکنن این ماشین روغن سوزی داره، میرن موتور باز میکنن 60-70 میلیون تومان هزینه میکنن. برای اینکه بفهمی واقعا این ماشین روغن سوزی هم داره یا نه فقط به خاطر اون خام سوزیه هستش که این اتفاق براش افتاده، ماشین رو روشن میکنی، میای دم اگزوز بو میکنی، اگر چشمات بسوزه و اشک در بیاد این نشون دهنده اینه که این ماشین خامسوزی داره. حالا سنسور چیزی خرابه، بری اونو برطرفش کنی مشکلت به طور کل برطرف میشه، این دو جفتش با هم میره. این پست رو بفرست واسه رفیق مازدا سوارت، پیج ما رو هم داشته باش، حتما یه روزی به کارت میاد.